به نام خدا. نگاهی به تاریخ جهان، جواهر نعرو، ترجمه محمود تفضلی، جلد دوم، صفحه 896، قسمت 118. چین یک جمهوری می شود. 3 دسامبر 1932. دیدیم که چگونه پیروزی ژاپن بر روسیه موجب مسرت و تشویق ملل آسیایی گردید. معهازا نتیجه فوری این پیروزی آن بود که بر گروه معدود قدرت‌های امپریالیستی و متجاوزی که دیگر اضافه گشت. نخستین تأثیر این امر در کره محسوس کردید. رشد و تکامل ژاپن به معنی سقوط و انحطاط کره بود. ژاپن حتی از همان وقت که درهایش را دوباره به روی جهان گشود، چشم به کره و منچوری دوخت و آنجاها را ملک خود می‌شمرد. بدهی ژاپن در این حال بارها اعلام می‌کرد که حاکمیت و تمامیت چین و استقلال کره را محترم خواهد شمرد. قدرت‌های امپریالیستی روش خاصی دارند که حتی در موقعی که به غارت می‌پردازند درباره حسن نیت خود اطمینان‌های موکد می‌دهند و حتی هنگامی که مشغول کشتار هستند تقدس و پاکی خود را اعلام می‌دارند. به همین قرار ژاپن هم علنا اظهار می‌داشت که به هیچ وجه در کارهای کره دخالت نخواهد کرد و در همان حال بنابر سیاست قدیمی استعماری می‌کوشید آن را تصاحب کند. جنگ‌های ژاپن با چین و روسیه هر دو در اطراف کره و منچوری بود که ژاپن در آنها قدم به قدم پیش می‌رفت و اکنون با شکست روسیه راه او به کلی باز و هموار شده بود. ژاپن در سیاست امپریالیستی خود هیچگونه پروایی نداشت و بدون ملاحظه به غارت می‌پرداخت و هیچ اهمیتی نمی‌داد که لاغر طرح‌ها و منظورهایش را در زیر این روپوش خوش ظاهر مخفی سازد. ژاپنی‌ها در کره خیلی زود، یعنی از سال 1894 و پیش از جنگ با چین دست به کار شدند و به زور و وارد کاخ سلطنتی شهر سئول پایتخت کره گشتند و ملکه‌ای را که در آنجا حکومت می‌کرد و پیشنهادهای ایشان را نمی‌پذیرفت دستگیر و زندانی ساختند. پس از جنگ روسیه در سال 1905 حکومت ژاپن پادشاه کره را مجبور کرد که با امضای پیمانی از استقلال کشور خود چشم بپوشد و حاکمیت ژاپن را بپذیرد. اما حتی این وضع هم برای آنها کافی نبود و در مدت کمتر از 5 سال این پادشاه نگونبخت به کلی از تخت سلطنتش برکنار گردید و کره رسما به امپراتوری ژاپن ضمیمه گشت. این واقعه در سال 1910 بود. به این شکل پس از این تاریخ ممتد 3000 ساله عمر کره به عنوان یک کشور و دولت مستقل به پایان رسید. پادشاهی که به این ترتیب از میان برداشته شد از خاندانی بود که 500 سال پیش مغول‌ها را از کشور خود بیرون رانده بودند، اما کره هم مانند برادر ارشد چین به صورت متحجر و خشکی در آمده بود و روح زندگی و تکامل را از دست داده بود و طبعا ناچار میبایست زیان و جریمه این وضع خود را بپردازد. کره دوباره نام خود را باز یافت و چوزن یعنی سرزمین صلح آرام نامیده شد. ژاپنی‌ها می‌کوشیدند اصلاحات تازه را با خود به آنجا آورند، اما در این حال روح ملت کره را با کمال خشونت در هم می‌کوبیدند. مبارزات استقلال طلبانه مردم کره سالها ادامه داشت و بارها شورش‌های سخت در می‌گرفت که مهمترین آنها در سال 1919 بود. مردم کره و به خصوص مردان و زنان جوان آن با شهامت و دلیل در برابر دشمن عظیم بیگانه مبارزه می‌کردند. یک بار یکی از سازمان‌های کره‌ای که به خاطر آزادی مبارزه می‌کرد رسما استقلال کره را اعلام داشت و به این ترتیب ژاپنی‌ها را بر ضد خود برانگیخت. معروف است که سازمان مزبور پس از اعلام استقلال بلافاصله به پلیس ژاپنی تلفن کرد و کار خود را به آنها اعلام داشت. به این شکل اعضای این سازمان دانسته و تعمدی جان خودشان را در راه هدف و ایدئالشان فدا ساختند. تضییقات و فشارهای ژاپنی‌ها بر کره‌ها یکی از دردناکترین و غم‌انگیزترین فصول تاریخ است. شاید برای جالب باشد که بدانی بسیاری از دختران جوان که به دبیرستان و دانشگاه‌ها می‌رفتند در مبارزات استقلال طلبانه کره نقش عمده اجرا می‌کردند. اکنون به چین بازگردیم. ما چین را موقعی که نسبت مشت زنان در هم کوبیده شد و به اصطلاح موافقتنامه پکن در سال 1901 به وجود آمد ترک گفتیم. به این ترتیب چین به شدت مورد توهین و تجاوز قرار گرفت، ولی باز هم کوششی برای اصلاحات به عمل آمد. حتی امپراتوریس
بیوه پیر هم ظاهراً به فکر افتاد که باید کاری کند. در دوران جنگ‌های روس و ژاپن، هرچند که این جنگ‌ها در منچوری و قلمرو چین جریان داشت، حکومت چین به صورت یک تماشاگر بی‌طرف باقی ماند. پیروزی ژاپن موجب تقویت اصلاح طلبان چین گردید. آموزش و پرورش صورت تازه پیدا کرد. عده‌ای دانشجو به اروپا و آمریکا و ژاپن فرستاده شدند تا علوم جدید را بیاموزند. سیستم قدیمی آزمایش‌های ادبی که کارمندان دولت به وسیله آن برای کار انتخاب می‌شدند و به مشاغل مختلف منصوب می‌گشتند لغو گردید. این سیستم حیرت انگیز و جالب توجه که کاملا چینی بود و در حدود 2000 سال، یعنی از زمان حکومت خاندان هان دوام یافته بود، دیگر مدت‌ها بود که ارزش ابتدایی خود را از دست داده بود و چین را در یک حال رکود و عقب ماندگی نگاه می‌داشت و بنابراین لغو شدن آن کار مثبت و مفیدی بود. معهازا باید گفت که در مدتی دراز در نوع خود یک چیز بسیار عالی و قابل تمجید بود و مظهر نظریه چین درباره زندگی به شمار می‌رفت که مثل اکثر کشورهای اروپایی فئودالی یا مذهبی نبود، بلکه بر اساس خرد و منطق تکیه داشت. چینی‌ها همیشه به مذهب کمتر توجه داشتند. معاذا بیش از هر ملت مذهبی را اخلاقی و معنوی خودشان را با نظم و جدیت دنبال کردند. آنها کوشیدند که یک جامعه منطقی و خردمندانه به وجود آورند، اما از آنجا که این خرد را در چارچوب تمدن و تعلیمات قدیمی و کهن خود محدود می‌ساختند، طبعاً از پیشرفت و تغییرات جلوگیری می‌شد و جامعه در یک حالت سکون و به صورتی متحجر باقی می‌ماند. ما در هند می توانیم از روش خردمندانه چینی خیلی چیزها بیاموزیم، زیرا هنوز هم به اصول ناپسند طبقات کاست و قالب‌ها و دستورهای خشک مذهبی و نفوذ روحانیون مذهبی و افکار فئودالی چسبیده ایم. کنفوسیوس، خردمند بزرگ چینی، به مردم کشور خود حرفی میگفت که شایسته است همیشه در خاطرها باشد. او میگفت هرگز با کسی که با عوامل مافوق طبیعت سر و کار دارد کاری نداشته باشید. اگر اجازه بدهید که عقاید مافوق طبیعی در کشورتان پا بگیرند، بلا و مصیبت بزرگی به بار خواهد آورد. متاسفانه در کشور ما بسیاری از مردم با یک دست مو که روی سرشان میگذارد، یا با گیسوان آشفته و درهم، یا با یک ریش بلند، یا با یک داغ که بر پیشانیشان مینهند، یا با جامه زعفرانی که بر تن میکنند، قیافه‌ای به خود میگیرند که انگار عامل و فرستاده نیروهای مافوق طبیعی هستند و به این ترتیب مردم عادی را فریب میدهند و میچابند. علائمی که در متن گفته شد نشانه‌های روحانیون مذاهب مختلفی است که در هند وجود دارد. چین اینطور نبود و حدالمقدور می‌کوشید خرد و فهم را مورد ستایش قرار دهد. معهازا بر اثر سنن قدیمی ستایش خرد، راسیونالیسم و یا فرهنگ قدیمی خود ارتباطش را با زمان حال از دست داده بود و تأسیسات قدیمیش نمی‌توانست به هنگام مشکلات و دشواری‌های تازه برایش کمکی باشد. در نتیجه جریان حوادث بسیاری از فرزندان چین را برمی‌انگیخت که با کوشش و جدیت در جستجوی روشنایی‌های تازه در جهان‌های دیگر برخیزند. این افکار تازه حتی امپراتریس بیوه پیر را هم به تکان آورد، زیرا او نیز از وجود آمدن یک قانون اساسی و حکومت خودمختار سخن می‌گفت و هیئتی را به کشورهای خارجی اعزام داشت تا درباره قوانین اساسی کشورها مطالعه کند. حکومت چین که تحت ریاست امپراتریس بیوه پیر قرار داشت بالاخره به حرکت آمد و تصمیم به اقدام گرفت، اما مردم از حکومت تندتر پیش می رفتند. در سال 1894 دکتر سن یاتسن انجمن احیای چین را تأسیس کرد که بسیار از مردم به عنوان اعتراض به پیمانهای ظالمانه و یک جانبه به آن پیوستند. چینی‌ها این پیمانها را پیمانهای نابرابر می‌نامیدند که از طرف خارجی‌ها به چین تحمیل شده بود. این انجمن به تدریج رشد یافت و جوانان کشور را به خود جلب کرد. در سال 1911 انجمن اسم خود را به کومینتانگ حزب ملی مردم مبدل ساخت و کانون انقلاب چین گردید. دکتر سن یاتسن الهام بخش این حزب به نمونه‌های ایالات متحده آمریکا چشم داشت و می‌خواست مثل آمریکا یک جمهوری در چین به وجود آورد، نه مثل انگلستان یک حکومت سلطنتی مشروطه و به
هیچ وجه میل نداشت که مثل ژاپن ستایش امپراتور در چین رواج یابد. چینی‌ها هرگز امپراتورشان را به صورت یک بت مورد ستایش قرار ندادند. به علاوه خاندانی که سلطنت می‌کرد در واقع چینی نبود. این خاندان اصلاً منچو بود و در چین هم احساسات ضد منچو کم نبود. همین احساسات عمومی امپراتریس پیر را به فکر تغییرات و اصلاحاتی انداخته بود. اما این بیوه زن پیر پس از اعلام میل خود برای به وجود آوردن قانون اساسی و حکومت مشروطه به زودی درگذشت. تعجب آور و جالب است که ملکه پیر و برادرزادش که اسماً امپراتور بود و ملکه بیوه او را از سلطنت برکنار ساخته بود، هر دو در نوامبر سال 1908 و به فاصله 24 ساعت از یکدیگر مردند و یک کودک شیرخوار اسماً پادشاه شد. پس از این تغییرات دوباره درخواست تشکیل یک پارلمان و احساسات ضد منچو و ضد سلطنت اوج گرفت. نیروهای انقلابی تقویت شدند و قدرتی جمع کردند. تنها کسی که ممکن بود در برابر آنها ایستادگی کند نایب السلطنه یکی از استانها بود که یوان شیکای نام داشت. این مرد یک روباه کارآزموده بود که اتفاقا زمام یک ارتش تازه و نیرومند چین را که ارتش نمونه نامیده میشد در دست داشت. حکمرانان منچو در کمال بلاهت این مرا تحریک کردند و مزدور ساختند و به این ترتیب تنها کسی را که ممکن بود آنها را تا مدتی نجات دهد از دست دادند. در اکتبر 1911 انقلاب در دره رود یانگتسه شروع گردید و به زودی قسمت عمدی از مرکز و جنوب چین را فرا گرفت. در روز اول سال 1912 استانهای شورشی حکومت جمهوری را اعلام داشتند و شهر نانکینگ را پایتخت خود قرار دادند و دکتر سن یاتسن هم به ریاست جمهوری انتخاب گردید. در این ضمن یوان شیکای مراقب حوادث بود و خود را آماده می‌ساخت که هر وقت اوضاع به نفعش باشد به مداخله پردازد. ماجرای عزل یوان از طرف نایب السلطنه که به نام پسر خردسالش که امپراتور بود حکومت می‌کرد و دعوت مجدد او به کار خیلی جالب است، زیرا تمام این جریان طبق سنن قدیمی چین در کمال تواضع و ادب صورت می‌گرفت. در موقعی که می‌خواستند یوان را معزول کنند و از کار برکنار سازند، اعلام کردند که چون او از درد پا سخت رنج میبره از خدمت معاف میگردد. بدیهی است که همه کس میدانست پاهای او هیچ درد و ناراحتی نداشت و خیلی هم صحیح و سالم بود و این حرف فقط یک بهانه مرسوم و موافق سنت‌های قدیمی بود که او را از کار کنار بگذارند. اما یوان هم انتقام خود را گرفت. 2 سال بعد در سال 1911 وقتی که شورش عصیان بر ضد حکومت آغاز گشت، نایب السلطنه یوان را برای خدمت دعوت کرد. یوان هم که نمیخواست بدون قبولاندن شرایط خودش این کار را بپذیرد، در پاسخ نایب السلطنه گفت که احتمال دارد چون هنوز درد پایش خوب نشده است متاسفانه نتواند به کار بپردازد و 1 ماه بعد همین که شرایطش را پذیرفتن فوراً پایهایش هم خوب شد. اما دیگر برای جلوگیری از انقلاب خیلی دیر شده بود و یوان هم که بسیار زیرک بود با هر دو طرف سازش کرد. عاقبت به منچوها پیشنهاد و توصیه کرد که استعفا بدن و منچوها هم که از یک طرف با جمهوری روبرو بودن و از طرف دیگر سردار خودش آنها را ترک می‌کرد راه دیگری نداشتند. در 12 فوریه سال 1912 فرمان استعفا صادر گردید و به این ترتیب سلطنت خاندان منچو پس از مدتی بیش از 2 قرن و نیم حکومت فراموش نشدنی زوال یافت و به پایان رسید. به قول یک عبارت مشهور چینی، آنها با غرش یک ببر آمدند و با نرمش یک مار ناپدید گشتند. در همان روز 12 فوریه در نانکینگ پایتخت جمهوری تازه و جایی که آرامگاه نخستین امپراتور خاندان مینگ در آن برپا بود مراسم و تشریفات عظیمی برگزار گردید که در آن کهنه و نو با تضاد نمایانی که در کنار یکدیگر قرار می‌گرفتند. دکتر سن یاتسن نخستین رئیس جمهوری چین با اعضای کابینش به آرامگاه آن امپراتور رفت و به رسم قدیم هدایایی به آرامگاه تقدیم داشت و در ضمن سخنرانی خود به این مناسبت گفت: ما سرمشق یک حکومت جمهوری را در برابر کشورهای آسیای شرقی قرار می‌دهیم. برای کسانی که در تلاش هستند موفقیت دیر یا زود فرا خواهد رسید، اما در آخر کار نیکی و درستی است که پاداش خواهد یافت. پس چرا باید از اینکه پیروزی دیر رسیده است افسرده باشیم؟
دکتر سن یاتسن سالها در خارج و داخل کشور به خاطر آزادی چین مبارزه کرده بود و به نظر می‌رسید که عاقبت پیروزی فرا رسیده است. اما آزادی رفیق و مصاحب بی‌ثباتی است که و پیروزی و موفقیت پیش از فرا رسیدن فداکاری‌ها و هزینه‌های سنگین می‌طلبد و اغلب ما را با امیدهای بیهوده فریب می‌دهند و ریشخند می‌کنند و قبل از آن که به طرز باثباتی تامین و مسلم گردند ما را با آزمایش‌های سخت و دشوار می‌آزماید. تلاش‌های چین و دکتر سن یاتسن هنوز هم خیلی از پایان خود دور بود. جمهوری جوان ناگریز بود که سالها به خاطر زندگیش مبارزه کند و حتی امروز در موقع نوشتن نامه‌ای که 21 سال از آن زمان می‌گذرد و باید به بلوغ خود رسیده باشد، هنوز سرنوشت آینده چین مبهم و نامعلوم است. منچوها استعفا دادند، اما ژنرال یوان بر سر راه جمهوری قرار و هیچ کس نمی‌دانست که او چه می‌خواست بکند. او کنترل و اختیار شمال چین را در دست داشت و جنوب چین هم در دست حکومت جمهوری بود. دکتر سن یاتسن برای حفظ صلح و امنیت و جلوگیری از جنگ داخلی به فداکاری بزرگی پرداخت و از مقام ریاست جمهوری کناره گرفت و پیشنهاد کرد یوان شیکای به این مقام انتخاب گردد. اما یوان قلبا هوادار جمهوری نبود. او فقط خواستار قدرت بود تا خودپرستی خویش را تسکین دهد. به این جهت از خارجیان وام گرفت تا همان حکومت جمهوری را که افتخار ریاست خود را به او اعطا کرده بود نابود سازد. یوان پارلمان را تعطیل کرد و حزب کومینتانگ را هم منحل ساخت و در نتیجه شکافی به وجود آمد و یک بار دیگر در جنوب حکومت جداگانه به ریاست دکتر سن یاتسن تشکیل گردید. جدایی و نفاقی که دکتر سن یاتسن با تمام وسایل می‌کوشید از آن اجتناب کند به وجود آمد و در موقعی که جنگ بزرگ جهانی اول آغاز گردید دو حکومت در چین وجود داشت. در شمال چین یوان می‌کوشید امپراتور چین شود، اما در منظور خود شکست یافت و به زودی درگذشت.